انفجار دو بمب در مرکز شهر استانبول دست کم 29 کشته و 166 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزیر کشور ترکیه 27 نفر از کشته شدگان پلیس بودند. 17 نفر از مجروحان تحت عمل جراحی قرار گرفتند که حال 6 تن از آنها وخیم است. تاکنون 10 نفر در رابطه با این حملات بازداشت شدند. در نخستین حمله یک خودروی بمبگذاری شده کمی پس از پایان بازی فوتبال در نزدیکی استادیوم بشیکتاش منفجر شد. هدف از این حمله انفجار خودروی نیروهای امنیتی ترکیه بود. انفجار دوم که انتحاری بود کمتر از 1 دقیقه بعد در نزدیکی میدان تقسیم روی داد. برخی از رسانه‌های ترکیه ادعا کردند که یک بمبگذاری دیگر نیز انجام شده بود که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد. بلافاصله پس از انفجارها نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف محل حادثه را بستند. همچنین پخش تصاویر مربوط به انفجار از تلویزیون‌های ترکیه ممنوع است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حملات را نمود کریه تروریسم خواند و گفت که انتخاب زمان و مکان حادثه نشان می‌دهد که عاملان قصد داشتند هرچه بیشتر قربانی بگیرند. در چند سال گذشته ترکیه بارها هدف انفجار قرار گرفته. دولت این کشور اغلب حملات را به نیروهای PKK نسبت می‌دهد.